درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامیه مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از امسال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند. در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند. با گفته توقیف اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی‌های حاضره منصبداران را نشان می‌دهند و سالهای بعد می‌توان که ثروت آنها کم شده است یا زیاد. به فکرم شما کی هاست می‌دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش‌های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه‌های سیاستمداران دولتی را نشر می‌کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می‌شوند. سرچشمه‌های درآمد هم. برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر ناندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه‌های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پس پردگی و معاملات غیرقانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه‌های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند، از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان.